سلام دوستان عزیز، در این ویدیو قصد دارم جای دیدنی شهر لندن رو بهتون نشون بدم. خوشحال میشم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من توی کامنت بنویسید و اگر هم خوشتون اومد حتما لایک بکنید. ممنون از حمایتتون. یکی از زیباترین جاهایی که تو لندن حتما باید ببینید و سمبل شهر لندن تاور بریج یا پل برج هست و روی رودخانه تایمز واقع شده. حتما بهتون پیشنهاد میکنم در شب هم از این پل بازدید بکنید چون جذابیت خاص خودشو داره. یکی از معروفترین جاذبه‌های گردشگری در شهر لندن ساعت بیگ بن هست که بزرگترین برج ساعت دنیاست. این برج ساعت در مجاورت کاخ وستمینستر و در مقابل چشم لندن یا همون لندن آی واقع شده. یکی از برنامه‌های دیگه که تو لندن خیلی جذابه استفاده از این چرخ و فلک معروف هست به نام لندن آی یا چشم لندن. الان توی یکی از این شیشه های به قول معروف لندن آی یا چشم لندن هست و این بالا حدود نیم ساعت هم طول می‌کشه که یک دور کاملش زده بشه. از داخل چرخ و فلک لندن آی یا چشم لندن میتونید دورنمای 360 درجه‌ای بسیار زیبایی از کل شهر لندن رو ببینید. بیشک معروفترین جای لندن قصر باکینگهام پالاس و قصر باکینگهام هستش که شما میتونید بیاین ازش البته از جلوی درش فقط بازدید کنید و عکسای یادگاری بگیرید. البته بعضی مواقع هم در ماهای تابستان شما میتونید از داخلش بازدید. قشنگ دیگه اسکای گاردن که دورنمای خیلی قشنگی از کل شهر لندن رو خواهید داشت. اسکای گاردن همونجور که از نامش مشخصه یک باغ سرسبز و سرپوشیده در بلندترین نقطه شهر لندنه که تعداد زیادی رستوران و بار در اون وجود داره. یکی از جاهای دیگه تو لندن بورمارکته که اینجا انواع اقسام غذاهای کشورهای مختلف و مواد غذایی، میوه، اینجور چیزا میتونید پیدا بکنید. از جاهای دیدنی در شهر لندن هایت پارک شهر لندنه. یکی از جاهای دیدنی دیگه پیکادیلی سیرکوس یا این منطقه پیکادیلی است. بیشک خیابان آکسفورد معروفترین خیابان شهر لندن محسوب میشه. از معروفترین فروشگاه اسمارتیز در دنیا به نام NMM گرفته تا فروشگاه لگو و دیزنی همگی در این خیابان قرار دارن.
خیابان آکسفورد با تزئینات و نورپردازی‌های زیبایش که برای کریسمس و سال نو میلادی انجام می‌دهد، هر سال جهانگردان زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب می‌کند. محله چینی‌ها نیز در نزدیکی این خیابان قرار دارد. یکی از جاهای قشنگ دیگه تو شهر لندن، مخصوصا نزدیک کریسمس، خیابون کاناربی استریت. یکی از جذابیت‌های بزرگ شهر لندن موزه‌های این شهر محسوب میشه. از موزه مادام توسه گرفته تا موزه‌های دیگه، هر کدوم به نحوی آثار ارزشمندی رو جمع‌آوری کردن و به نمایش گذاشتن. یکی دیگه از جاهای دیدنی در شهر لندن این بنای زیبا موزه بریتیش یا بریتیش میوزیوم هستش که حتما بهتون پیشنهاد میکنم از این گنجینه ارزشمند در شهر لندن بازدید کنید. استوانه کوروش یا اولین منشور حقوق بشر نیز در موزه بریتیش نگهداری می‌شود. زیبای دیگه در شهر لندن موزه نشنال گالری هستش که تابلوهای بسیار نفیس و ارزشمند و خیلی معروف اینجا نگهداری میشه. بیشک اثر بانو صخره‌های لئوناردو داوینچی یکی از آثار بسیار بسیار معروف این موزه محسوب میشه. گل‌های آفتابگردان زرد اثر ون گوگ. یکی دیگه از نقاشی بی‌نظیر در موزه نشنال گالری شهر لندن این نقاشی آرایش ونوس است. این موزه از برترین موزه‌های جهان محسوب میشه و بزرگترین موزه جهان از نظر هنرهای تزئینی است. از زیباترین موزه‌ای که تو لندن باید دید ناتورال هیستوری موزیومه که ورودیش هم رایگانه و واقعا بی‌نظیره. این موزه متشکل از 70 میلیون نمونه از 5 بخش زمین‌شناسی از جمله جانورشناسی است. یکی از جاهای خیلی قشنگ توی شهر لندن موزه سینس، اولین فضاپیما آپولو 10 سالانه حدود 3.5 میلیون نفر از این موزه بازدید می‌کنند. سابسکرایب یادتون نره، علامت زنگوله کنارش هم بزنید تا هر موقع هر ویدیویی میسازم بلا فاصله بتونید ببینید.